سوال ما مربوط به اون است که نشستی که امروز دایر شد تا کجا میتواند برای تحکیم دورنمای OBC با تاجیکستان مساعدت کند و کدام برنامه ها را در بر میگیرد برای سال 2016؟ Well, the importance of today's meeting is that we sit together. اهمیت نشست امروزه در آن است که ما با همه همکاران خود از جمله با مقامات دولتی سر میز می نشینیم و اولویت ها برای سال 2016 را محاکمه نموده نقشه بندی می کنیم. البته اولویت های ما اولویت های حکومت تاجیکستان نیز هستند. آن برنامه هایی را که ما در سال 2015 تطبیق کرده بودیم در سال آینده نیز دوام خواهیم داد، ولی سه مسئله مهم موجود است که ما مخصوص توجه خواهیم کرد. این مسئله ها اداره کنی مرزها است با نظر داشته آنکه در افغانستان وضع متشنج می شود. مسئله دوم مربوط به مهاجرت مهنتی است، چون در اوکراین بحران اقتصادی داریم و این به واسطه به تاجیکستان تأثیر خود را می‌رساند. جنبه سوم به افراطگرایی ربط می‌گیرد که به وضع سوریه وابسته است. خب جناب میلر میگفتید که مثلا تا کجا بودن سازمان همکاری اروپا در تاجیکستان مهم است، چون بیشتر تحلیلگران میگن که مثلا نقش این سازمان در نظر به 10-15 سال پیش خیلی کم رنگ شده است و حاضر اون نفوذ در تاجیکستان ندارد. I would not say that the role decreased. The role is a different one. It has changed because the problems now they're of a different البته من میتوانم بگویم که نقش ما کمرنگ نشده است، بلکه تغییر کرده است، چون 10 سال پیش ما با مشکلات افراطگرایی و یا اداره کنی مرز مواجه نبودیم، ولی حالا این مسئله ها پیش آمدند. متناسباً نقش و وکالت سازمان امنیتی همکاری اروپا نیز وابسته به مسائل روز دیگرگون می شود. وکالت ما از احتیاجاتی که شریکان ما دارند منشأ می گیرد. مثلا ما که همکاری گسترده با حکومت و شریکان خود از حساب جامعه شهروندی داریم و وابسته به احتیاجات آنها ما حاضریم وکالت خود را دگرگون نماییم. ما آماده ایم هر وقت این کار را کنیم. خب ببینید جناب میلر، در مورد احتیاجات مثلا شریکان تا گفتید و جامعه شهروندی، یکی از مشکلاتی که طول چند سال اخیر داغ است این آزادی بیان در تاجیکستان و عادی‌ترین چیز این بستن سامانه ها هست. چرا تا امروز مثلا این سازمان مثلا اون واکنش جدی به این چیز نشان دادگی نیست و همین از نگاه اونها چرا همین مسئله تا هنوز حل خودش پیدا کردگی نیست در مسئله آزادی بیان و محدود کردن سامانه ها؟ You always see to my knowledge the freedom of the media from Vienna office. This is a specialized unit. ما به این مسئله اهمیت جدی می‌دهیم. ما در قرارگاه خود در وینا اوید به آزادی بیان و آن نماینده مخصوص داریم. این نماینده وابسته به مسئله‌ای که شما گفتید واکنش نشان داده بود. ما تنها در این مورد واکنش نشان داده می‌توانیم. غیر از این ما نیروی دیگری تأثیررسانی را نداریم. اما ما روزنامه‌نگاران و در مجموع و آی تاجیکستان را با مسئله های تکنیکی دستگیری میکنیم. مثلا ما به شورای و آی تاجیکستان که در کشور عمل میکند برای تشکیل نمودن یک تنظیمگر مستقل کمک میرسانیم، یعنی جهت های تکنیکی این مسئله را دستگیری کرده ایستاده ایم. البته ما واکنش نشان میدهیم، اما از این بیش قوه دیگر نداریم و تأثیر رساندن نمیتوانیم، ولی اظهارات میدهیم. برخی ها به این نظرند که سازمان امنیتی همکاری اروپا در 5 سال یک بار فعال میشد و اینم به هنگام برگزاری انتخابات و تنها با یک اظهارات خرده. On the election support, we of course do this election observation mission. We have done it in the context of presidential elections. مسئله انتخابات تنها بخش از فعالیت ما را تشکیل میکند. ما بیشتر در مورد حقوق انسان کارهای زیاد را انجام میدهیم، اما در این مورد شور و غوغا نمیبرداریم. از طرف دیگر ما در مورد شکنجه، مسائل گندری و همچنین چند بخش دیگر فعالیت میبریم، ولی چون در این باره زیاد حرف نمیزنیم شاید چنین نماید که فعالیت ما کم رنگ است.
ҳарчанд дар асл чунин нест. интихобот ин як қисми аз фаъолияте ки мо дар андозагирии инсон амал мекунем, вале бояд бигӯем ки аз ин интихобот то интихоботи дигар мо бо комиссиони марказӣ ва райпурсии интихобот ҳамкории зич дорем. But we day by day we work on all these issues in order to improve the situation in this human rights field, which is very vast.